خونه‌شون شما رفتی یا نه؟ نه میگم کلا رفتین بیرون دوبار. گوه خوردی دروغ میگی. وا الو یه لحظه گوشی جانم. آقا چی داری میگی؟ منو مسخره کردی؟ خانم من دارم تلفن صحبت میکنم با نشستی ایرپاد. اینجا داری با من مسخره بازی. چی با شما کار دارم؟ با تلفن صحبت شفاف میکنم. بده. صفر شروع کردم جلوتم دایی و رد میشی خیلی آروم صبر پایین چون پویان اینا هر دفعه تهران سایت پدلیل نمیشه که بگی الان هیتر مایی تو پوز میذاری یه هویی منم و گل سم منم راه میرم میاد انگوش به سمت یه سری صحبت ها دارم باهات، فقط خوب گوش. من طرف بابات اومدم، من طرف پدرت هستم و اینکه ایشون یه ذره به شما شک کرده. داری گوش میکنی؟ چی میگی؟ میگم ایشون به شما شک کرده یه ذره. چی میگی؟ میخواد آمار تو در بیاره. الان بنده رو اجیر کردی که آمار شما رو در بیارم. الان خودت با من را بیا، خودت بگو داری چی کار میکنی و انا مجبورم اون چیزایی که میدونم برم بهش بگم. این پسره که باش میری میای ایشون کیه؟ کدوم پسر خاصی نیست. چی میگی؟ یعنی پسره که میری باش میری بیرون میای کیه؟ چند وقته با همید؟ چی داری میگی؟ واقعا پسر خاصی نیست. یعنی نمیخوای بگی؟ خودت بگو دیگه، من خودم میدونم چی بگم. بابا کلا 2-3 ماه با همین کلا 2 بار بیرون رفتیم. چی شده مگه حالا؟ عجب. اوکی تا اینجاش من میدونم چی بگم. شما به من بگو دیت اول خونه دعوتت کرد یا نه؟ چون پدر خیلی حساسی رو این داستان. گفتم که نه، فقط 2 بار با هم رفتیم بیرون. اهل سیگار که نیست؟ نه. الان برم به بابات بگم؟ الان یعنی چی بری به بابام بگی؟ نه مثلا؟ برم بگم؟ الان مگه چیزی شده که بخوای بری بگی؟ خونه‌شون شما رفتی یا نه؟ نه میگم کلا رفتیم بیرون 2 بار. گوه خوردی دروغ میگی. وا الو یه لحظه گوشی جانم. آقا چی داری میگی؟ منو مسخره کردی؟ خانم من دارم تلفن صحبت میکنم با ایرپاد. نشستی اینجا داری با من مسخره بازی. چی با شما کار دارم؟ با تلفن صحبت شفاف میکنم. بده. الو نه من دارم تلفن صحبت میکنم، راحت باشین تو رو خدا. من چیکار شما دارم؟ نشستی اینجا داری 10 ساعت با من حرف این میزنی. ایرپاد ببین، اصلا کسی با شما صحبت نمیکنه. حالتون خوب نیست فکر کنم. الو هیچیه خانم، فکر دارم با ایشون صحبت عجب دورانیه. خب خونهشون رفتی یا نرفتی؟ خب گوه خوردی رفتی. برم بگم به بابات؟ خب نمیگم، باش من بهت زنگ میزنم. ببخشید چیزی شده؟ شما چیزی مصرف میکنی؟ خانم من دارم با ایرپاد صحبت میکنم. کی با شما کار داری؟ چیزی مصرف میکنی؟ من حرف میزنی نشستی چه؟ نه من با ایرپاد داشتم صحبت میکردم. این دختره دیت اول رفته خونه دوست پسرش. ایرپاد برو اونور حرف بزن. نمیخواد اینجا بشینی. پارک واسه شماست؟ خب میتونی و خریدی پارکو؟ من دوست دارم اینجا بشینم ساده. یه لحظه بشینین خیالتون راحت بشه. من میرم اونور. الو هیچیه خانم رو من کراش زده. شما رو نمیگم بابا، دارم ایرپاد. کی با شما کار داره؟ آره بهت زنگ میزنم داداش. خداحافظ. من عذرخواهی میکنم ببخشید. میگم این دوستم یه مشکلی براش پیش اومده بود، داشتم مشکلش حل میکنم. پدرش پیگیرشه. من فکر کردین شما دارم با شما صحبت میکنم. نشستی اینجا داری با من حرف میزنی. نه خانم من دارم روبرو میبینم. 2-3 بارم انگشتامو زدم این صدا رو قطع و وصل کردم. آره پس شما داشتین جواب منو میدادین؟ نه داشتم جوابت دوستمو میدادم. نگو دوری مخفیه. الو بهت زنگ میزنم. آره خداحافظ. عذرخواهی میکنم ببخشید. یه چیز میتونم بهتون بگم؟ چرا انقدر بی‌عصابین؟ من کلا مدلم. کلا همیشه بی‌عصابین؟ اتفاقی افتاده؟ نه. خب نمیدونم، جرئت نمیکنم بهتون بگم، میترسم قبول نکنین. میشه درخواستی داشته باشم؟ اگه قبول میکنین من درخواست بکنم، اگه نه که من اصلا برم. بفرمایید. واقعیتش تو رابطه هستین؟ نه. تو رابطه نیستی. دیت اول به نظر شما کجا خوبه؟ واسه یه رابطه مثلا دیت اول آدم بره کجا خوبه؟ بیرون. خب کجا مثلا؟ کافه. کافه خوبه. اوکیه. عالیه.
به نظرتون واسه دیت اول پسر پیشنهاد خونه بده شما خودتون باشین چی میگین؟ میزنم تو دهنش. گوش کردین دوستان عزیز، میزنه تو دهنش. من داشتم شوخی میکردم باهاتون، واقعا عذرخواهی میکنم، ببخشید. لطفا اجازه بدین پخشش کنم من دیگه برم دیگه، چون واقعا بی‌عصابیم. فکر کنم یه سری اتفاقا افتاده تو زندگیتون. خیانت دیدین؟ خیانت حال ندیدین؟ چرا دیدم اتفاقا. خدا ازش نگذره. حالا اگه اجازه بدین ما اینو پخش بکنیم، یه لایک نشون بدین. خیلی ممنون، مرسی. نه خانم مهربانی بودن واقعا، و اینکه خیلی ممنون از شما. ما اینو میخوایم داخل یوتیوب و اینستاگرام پخش بکنیم، این مشکل نره. خیلی ممنون، مرسی. خودت راستشو بگو چند وقت سیگار میکشی؟ خودت راستشو بگو. شما منی؟ میگم راستشو بگو چند وقت سیگار میکشی؟ تو چه؟ چون بابات همه اینا رو میدونه داداش گلم، همه اینا رو میدونه، پس با من رو راست باش تا به بابات راستشو. دی خودم میدونم چی بگم. بابات همه اینا رو میدونه. شما چند وقت سیگار میکشی؟ هر از چنگویی. عجب. میدونی چقدر ضرر داری یا نه؟ نه میدونی چقدر ضرر داری یا نه؟ داداش به تو چه ربطی؟ نه میدونی؟ خب اگه نمیدونی یا میدونی؟ یا من توضیح بدم بهت؟ میدونم که دارم میگشم، میدونم. خب ریر خار ریر یکی میکنه فدای تو. داداش به تو چه؟ الان من به بابات چی برم بگم؟ بابات میدونستی خبر داره که تو سیگاری؟ آره؟ شما بابام بفهمه داستان میشه اصلا. پس خودت راستشه بگو. روزی چند پاکت میکشی فدای تو؟ ها؟ من یه وقته تفریحی میکشم. تو گوه خوردی. داداش درست صحبت کن. تو گوه خوردی. درست صحبت بابا کن. دارم ایپاد صحبت میکنم، بشین. میگه بیشین. دارم ایپاد صحبت میکنم آقا. یه لحظه گوشی. الان چه کاری بود تو کردی؟ من با ایپاد صحبت میکنم، میزنی تو گوش من؟ آقا برو یه طرف دیگه بشین تو پارک. الان به چرخی زدی تو پس کلم. داداش دوباره میزنم. میگم دارم ایپاد صحبت میکنم. الو. به بابات چیزی نمیگم، یه لحظه گوشی. آقا جان من دارم ایپاد صحبت میکنم، کی با تو کار داره؟ میخوای سیگار بکش، میخوای تریاک بکش، حشیش بکش، شیشه بکش، من سننه. نه من سننه. داداش برو اونور بشین. آقا مگه پارکو خریدی؟ من دوست دارم اصلا اینجا بشینم، دوست دارم این پشت رو درخت بشینم، رو کاج بشینم نصفش بره تو رو سننه. نه پارک شماست. ببخشید. وسط حرف زد پس کله ما. الو. داشتم میگفتم چند وقت شما سیگار میکشی؟ با تو هم میگم چند وقت سیگار میکشی؟ نه اینو با شما هستم، میگم چند وقت سیگار میکشی؟ از شنگایی میکشی. تو چی؟ تو هم از شنگایی میکشی؟ بابات میدونه؟ نه با ایشون هستم. بابات میدونه؟ خبر نداره؟ برم بهش بگم؟ آخه داری زهر میزنی. آره داری زهر میزنی. داداش با کی؟ من با تلفن دارم صحبت میکنم. آخه داری دروغ میگی. اگه فقط سیگاره به من راستشو بگو. آقا این سیگارتون جامون، ببخشید این سیگارتون جامون. شما هم لطفا ترک کنید. فقط قبل اینکه بریم من یه چیز به شما بگم. داشتیم با تو شوخی میکنم. یه پسی هم خوردیم ولی ابی نره. بشین. داداش شرمنده با اینکه منو زدی ولی بهت علاقه‌مند شدم. راستیتش خیلی مردونه زد. داشتم شوخی میکردم. اعصاب آدمو خورد میکنه. قلب منی. ولی سیگار رو ترک کن. چون داشتی روشن میکردی سریع اومدم بالا سرت. اگه اجازه بدی یه لایک بدی من کلیپو پخش میکنم. اگه ندیم همین الان پاک میکنم که دیگه دادی دیگه. خیلی ممنونم. مرسی. آقا اینو ترک کن دیگه. باشه؟ قلب منی. کتک هم خوردیم ولی ببین نره آقا. بعد از سرتون.